المسألة الخامسة سجود التلاوة. سپس المسألة الخامسة سجود التلاوة. مسئله پنجم در بیان سجده تلاوت. سجده هنگام تلاوت. مشروعیته و حکمه. اولا مشروعیت جایز بودن و حکم آن. بدون برادر و خواهر گرامی که سجده سهو مشروع یعنی جایز است، یعنی مستحب است. وقتی کسی آیت را بخواند که در آن سجده آمده است باید آن را در آن حالت سجده نماید، یا که هنگامی که آن را میشنود. از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت کان النبی صلی الله علیه و سلم، اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم یقرأ علینا سوره فیها سجده، اینکه رسول الله سوره رو برای ما میخوان که در آن آیت سجده بود. فیسجد و نسجد معه، سجده میکرد و با همراه پیامبر سجده میکردیم. حتی ما یجد احدنا موضعا لجبهته، اینکه کسی از ما چیز موضعی رو در زمین برای گذاشتن پیشانی نمیافت. حدیث متفق علیه بخاری و مسلم است که حدیث رو بخاری تحت رقم 1076 و مسلم 575 روایت کرده است. پس سجده تلاوت سنت است نه واجب. این از قول صحیح و درست‌تر که سجده تلاوت این سنت است. و دلیل آن زید ابن ثابت برای پیامبر صلی الله علیه و سلم سوره النجم را خواندند. سوره نجم را خواندند ولی پیامبر سجده نکرد که این حدیث را بخاری تحت رقم 1073 روایت کرده است. پس سجده تلاوت هم برای قاری خواننده و هم برای شنونده مشروع و جایز است، خواه در داخل نماز باشد خواه در بیرون نماز، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین میکرد و صحابگان نیز به او سجده میکردند، چنانکه در حدیث ابن عمر رضی الله عنه آمده است که فیسجد و نسجد معه، سجده میکرد و ما نیز با همراه پیامبر سجده میکردیم. و دلیل مشروعیت جایز بودن سجده تلاوت در داخل نماز حدیث ابو رافع است. میفرماید که من با ابو هریره، شخصیت ابو هریره با همه معلوم است، میفرماید که ابو رافع من با ابو هریره نماز خفتن عشا را خواندم، او سوره انشقاق را خواند و سجده کرد. گفتم این چی بود؟ گفت من پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم این سوره را خواندم و او سجده کرد و من همیشه این کار را انجام میدهم، همیشه سجده میکنم هنگامی که این سوره ها را بخونم. روایتی بخاری تحت رقم 1078 و مسلم تحت رقم 578. اما اگر قاری خواننده سجده نکرد، شنونده نیز سجده نمیکند در این حالت، زیرا شنونده در این مسئله از قاری از خواننده پیروی میکند. دلیل آن حدیث زید ابن ثابت که او هنگامی که خواند پیامبر سجده نکرد، پیامبر سجده نکرد صلی الله علیه و سلم. دوم فضله. دوم در بیان فضیلت سجده تلاوت. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا قار ابن آدم السجده فسجد اعتزل الشیطان فبكى. هرگاه فرزند آدم، یعنی که انسان، آیت سجده را بخواند و سجده کند، شیطان از او دور می شود و گریه می کند. یقول، میگوید شیطان، یا ویله، ای وای بر من، میگوید امر ابن آدم بسجودی فسجد، فرزند آدم امر به سجده شد پس سجده کرد. فله جنه، از برای او جنت است. و امرت بسجودی فابیت ولی النار، پس بر من امر شد که من سجده کنم و سجده نکردم برای من آتش است، نار است. روایت مسلم تحت رقم 81. سوم طرزی سجده تلاوت. سجده تلاوت یک بار کرده می شود. وقتی که به سجده می رود تکبیر گویان الله اکبر گویان به سجده می رود یک بار، و هنگامی که سجده کرد سبحان ربی الاعلی می گوید مثل سجده عادی نماز، و می تواند علاوه نماید سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی، پاک و منزه هستی تو پروردگار ای رب ما و حمد ستایش تو را میگوییم اللهم اغفر لی، پروردگار ما را بیامرز. یا میتواند بگوید که سجد وجهی للذی خلقه، سجده کرده چهرم از برای آن پروردگاری که خلق کرد. و شق سمعه و بصره بحوله و قوته، آن کسی که آن را آفرید و گوش و چشمانش را با قدرت تواناییش شد. و این دو در حدیث صحیح روایت ترمذی تحت رقم 585 آمده است که گفتند که حدیث حسن صحیح است، خوب است و صحیح است. البانی این حدیث را در ترمذی تحت رقم 574 صحیح دانستند. و در قرآن کریم در 15 جای سجده تلاوت آمده است. اولا در آخر سوره اعراف آیت 206، در سوره رعد آیت 15، در سوره نحل آیت 49 50، در سوره اسراء آیت 107 109، در سوره مریم آیت 58، در سوره حج آیت 18، در سوره حج آیت 77، در سوره فرقان آیت 73، در سوره نمل آیت 25 26، در سوره سجده آیت 15، در سوره فصلت آیت 37 38، در سوره نجم آیت 62، در سوره انشقاق آیت 20 21، در سوره علق آیت 19 و در سوره صاد همچنین. و این سجده در سوره صاد میگن سجده شکر است. از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که فرمودند که لیس صاد من عزائم السجود، پس صاد از سجده های سهو نیست، از سجده های واجب نیست. و قد رأیت نبی صلی الله علیه و سلم یسجد فیها، میگه من دیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم را که در آن سجده میکردند. روایت بخاری حدیث تحت رقم 1069. بارک الله فیک. این بود سجده تلاوت.